بلوگر توجیک مقیم روسیه بوبوجان 88 و بوبوی لنگری در یک ویدیو برخی تفصیلات نوی تو هول نوروشن پرونده بلوگر شناخته حوجه کمران که با تخلص کل تاجیک مشهور بود و به حمایت حقوق مهاجران توجیک از جمله از کارفرمایان به انصاف کشیده گرفتن یک زحمت توجیکان نام برآورده است نقل کردند. طوری قبلا خبر دادیم کل توجیک روز 4 اکتبر سال 2023 در ولایت مسکو با اتهام آدمربایی و تماجوی دستگیر شده است و حالا در حبس قرار دارد. بنا به فرضیه بوبوجان 88 و بوبوی لنگری تقریبا ماه دکبر سال 2022 یک جوانزن توجیک به کل توجیک برای حمایت مراجعت میکند. این جوانزن نقل کرده است که او را گویا یک مرد از ازبکستان نه فقط به مبلغ 400,000 روبل کدات کرده است بلکه زوراً به ناموزش نیز رسیده است. نقل این جوانزن که در طول چندین ماه از کل توجیک حمایت و پشتیبانی خواسته است در نهایت این بلاگر حامی توجیکان را به ناموس میآورد و او ماه اپریل سال 2023 به سراغ آن مرد ازبکستانی رفته او را از کارخانه‌اش بیرون برآورده پیرامون این قضیه با وی بحث میکند. اما مرد ازبکستانی به کل توجیک فرضیه کاملا برعکس را نقل میکند. به فرضیه این مرد او چند سال پیش به این جوانزن توجیک با نیکوی مسلمانی ازدواج کرده بود و به ناموس او تجاوز نکرده است چون که زن نیکویش بود. این مرد گفته است که یک روز زنش را در جایگاه خوابش همراه یک مرد بیگانه قپیده سرش داده است. بعد طلاق گرفتن جوانزن ادعا کرده است که شوهر سابقش از وی 400,000 روبل قرضدار است و باید پولش را بدهد. وقتی آن مرد رد کرده است جوانزن با گفته قصه تجاوز به ناموسش بچه‌های توجیک را بر سر آن مرد ازبک آورده است. یکی از این فریب خوردگان قصه های دروغ آن زن کل توجیک بود. بوبوجان 88 و بوبوی لنگری میگویند کل توجیک بعد فهمیدن حقیقت حال دیگر به سراغ آن مرد ازبک نرفت ولی آن جوانزن بعد کل توجیک توانسته است باز دو گروه دیگر جوانان توجیک را فریفته به سر شوهر سابقش فرستاده است. این دو گروه بدون فهمیدن آن مرد را لطوکوب کردند و او هم که از این همه به جان آمده بود به پلیس مراجعت کرده است. متاسفانه در ثبت ویدیو کامرای نظارتی لحظه به سر آن مرد آمدن کل توجیک هم آمده است و به همین دلیل او را دستگیر کردند. بوبوجان 88 و بوبوی لنگری گفتند که میخواستند اسم آن زن بیراه را نشر کنند. خویشاوندانشان گفتند که او را برای بیراهگیش بر وقت اوخ کردند ولی میترسند که این عمل او نام همه آنها را داغدار خواهد کرد. بنا به اطلاع دریافتی کل توجیک بر اساس دو بند کودکس جنایی روسیه ماده 127 آدمربایی و 163 تماجویی عیبدار می شود و به او بر اساس ماده 127 تا 5 سال زندان و بر اساس ماده 163 تا 15 سال زندان تهدید می کند. کل توجیک در بین بلاگرهای حامی حقوق مهاجران توجیک در روسیه از معروفترین ها به شمار می رفت و کانالش در یوتیوب به نام کل توجیک 234,000 ابونچی داشت.